بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. حامیم نزول این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت صورت گرفته است. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست جز به حق و برای مدت معینی نیافریدیم، ولی کافران از آنچه بیم داده می شوند التفات نمی کنند و از آن رو گردانند. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقین. بگو آیا معبودانی را که جز خدا نیایش می کنید دیدید؟ چی چیز را در زمین آفریده اند؟ اگر چیزی را آفریده باشند به من نشان دهید. یا برای آنها در آسمان ها مشارکتی وجود دارد؟ برای اثبات این ادعا به من کتابی را پیش از این قرآن نشان دهید یا نشانه را از علم ارائه کنید اگر راست میگویید. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. کیست گمراه تر از آن که جز خدا کسی را نیایش می کند که تا روز قیامت او را اجابت نمی نماید و ایشان از نیایش پیروانشان بیخبرند. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. و چون مردم حشر شوند معبودان باطلشان دشمنانشان خواهند بود و از عبادتشان منکر می باشند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. و چون آیات روشن ما و ایشان خوانده شود آنانی که از حق انکار ورزیده اند در برابر حقی که برای آنها آمده میگویند این سحر آشکار است. ام یقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. یا میگویند پیامبر آن را افترا کرده است. بگو اگر من آن را افترا کرده باشم نمیتوانید چیزی را از خشم خدا از من باز دارید. او به چیزهای بی ضرورتی که درباره من میگویید داناتر است و او به حیث گواه میان ما و شما بسنده است و اوست آمرزنده و مهربان. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بگو من نمونه نایابی از پیامبران نیستم و نه میدانم که با من چی می شود و نه هم میدانم که با شما چی می شود. من جز چیزی را که به من وحی می شود پیروی نمی کنم. من نیستم مگر بیم دهنده آشکار. قل أرأيتم إن كان من عند الله
كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بگو بنگرید اگر قرآن از جانب خداوند باشد که یقینا هست و شما از آن منکر شدید و گواهی از بنی اسرائیل بر اساس کتاب مثل آن تورات بر حقانیت آن گواهی دهد و او به آن ایمان آورد و شما از آن با تکبر انکار کنید، آیا شما ستمگار نیستید؟ بیگمان خداوند مردم ستمگار را رهیاب نمی سازد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کافران به مسلمانان گفتند اگر اسلام خوب می بود ایشان بر ما به سوی آن پیشی نمی گرفتند و چون به آن رهیاب نشدند به زودی می گویند این یک دروغ قدیمی است. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه و هذا کتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. و پیش از این قرآن کتاب موسی پیشوای بود و مرحمتی و اکنون این کتاب تصدیق کننده کتب پیشین است و به زبان عربی نازل شده است تا ستمگاران را بیم دهد و بشارت برای نیکوکاران شود. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس بر آن پایدار ماندند بر ایشان هیچ ترسی نیست و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ایشان اهل بهشتند، در آن جاودانه به سر میبرند به حیث پاداش به اعمالی که انجام میدادند. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. و به انسان توصیه کردیم که با پدر و مادر خویش نیکویی کند. مادرش او را با ناراحتی در شکم خود برداشت و او را با ناراحتی زایید و دوره حمل و از شیر باز گرفتنش 30 ماه است تا چون به سن رشد و پختگی خویش رسید و 40 ساله شد گفت ای پروردگار من مرا بر آن دار تا شکران نعمتی را که به من و به پدر و مادر من ارزانی کردی به جا آرم و تا چنان عمل صالح انجام دهم که به آن خوشنود شوی. برای من در دودمانم مردم صالح به میان آر. من واقعا به تو روی آوردم و من واقعا از مسلمانانم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اینهایند کسانی در زمره بهشتیان که از ایشان بهترین اعمالشان را قبول میکنیم و از بدیهایشان در میگذریم
وعده صادقانه‌ای که به ایشان وعده داده میشد. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اما آن که به پدر و مادرش گفت اف بر شما، آیا به من وعده می دهید که روز قیامت از قبر برآورده می شوم، در حالی که پیش از من نسل‌های زیادی درگذشتند و هرگز برانگیخته نشدند و ایشان پیوسته از خدا یاری می جویند و به وی می گویند وای بر تو ایمان بیار، واقعا که وعده خدا حق است، ولی او در جواب می گوید این نیست جز افسانه های پیشینیان. اولئک الذین حق علیهم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین. ایشان در زمره همان گروه جن و انس هستند که پیش از ایشان گذشته اند. فرمان عذاب بر ایشان صادر شده است. ایشان واقعا زیانکار بودند. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. و برای هر کدام از ایشان مطابق به اعمالی که انجام داده اند درجاتی تعیین شده است و تا خداوند پاداش اعمالشان را ایفا کند و به ایشان ستمی نمی شود. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. و روزی که کافران به آتش عرضه می شوند و ایشان گفته می شود در زندگی دنیوی خیش از چیزهای پاکیزه و دلخواه خیش برخوردار و از آن بهره‌ور شدید، اما به نسبت این که در روی زمین به ناحق تکبر می ورزیدید و به نسبت این که به فسق آغشته بودید امروز به عذاب اهانت آمیز مجازات می شوید. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. داستان هود برادر عاد را بیادار زمانی که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد، در حالی که بیم دهندگانی پیش از او و بعد از او گذشتند و اینکه جز خدا را نپرستید. واقعا من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. گفتند آیا نزد ما آمده ای که ما را از خدایان ما بازداری؟ پس اگر راست میگویی همان چیزی را که به ما وعده میدهی بیاور. قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هود گفت بیگمان علم آن تنها به نزد خداوند است و من به شما چیزی را که به آن فرستاده شده ام ابلاغ می دارم، ولی من شما را قومی می بینم که جهالت می ورزید. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سپس چون آن عذاب را به شکل ابر گسترده دیدند که به سوی وادی‌هایشان در حرکت است، گفتند این ابری است که برای ما باران می آورد. نه خیر، بلکه این همان چیزی است که با شتاب زدگی آن را خواستید. چون بادی است که در آن عذاب دردناک است که همه چیز را به حکم پروردگار خویش نابود می کند. پس به حالتی در آمدند که جز مسکنهایشان چیز دیگری دیده نمی شد. به این ترتیب گروه مجرمان را جزا می دهید. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و بیگمان ما ایشان را در چنان مکنت یعنی توانایی و قدرتی قرار داده بودیم که شما را در آن مکنت قرار ندادیم و به ایشان شنوایی، بینایی و دلهای اندیشمندی دادیم، ولی از ایشان شنواییشان، بیناییشان و عقلشان هیچ چیزی از عذاب خدا را دفع نکرد، چون از آیات خدا انکار می کردند و آنچه را مسخره می کردند ایشان را فرو گرفت. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. و بیگمان سرزمین های پیرامون شما را ویران ساختیم و نشانه های گوناگون را به معرض مشاهده ایشان قرار دادیم تا باشد که برای حق بازگردند. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. پس چرا آنهایی را که جز خدا برای تقرب به حیث معبود گرفته بودند و ایشان یاری ندادند، بلکه واقعیت این است که از نزدشان ناپدید شدند و این بود نتیجه دروغشان و چیزی که آن را افترا کرده بودند. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. و بیادار هنگامی را که گروه از جن را به سوی تو متوجه ساختیم تا به قرآن گوش فرا دهند، چون به این محضر حضور یافتند برخیشان به برخی دیگر گفتند خاموش باشید. هنگامی که قرائت تمام شد به سوی قوم خیش در حال بازگشتند که آنها را هوشدار بدانند. قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. گفتند ای قوم ما، واقعا کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است، تصدیق کننده کتبی است که پیش از آن نازل شده است و به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند. یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألیم. ای قوم ما، این دعوتگر خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خداوند برای شما از گناهان شما بیامرزد و شما را از عذاب دردناک پناه دهد. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك
فأولئك في ضلال مبین. و کسی که دعوتگر خدا را اجابت نکند پس در زمین عاجز کننده نیست، یعنی از عذاب خدا پناهگاهی در زمین نمی‌یابد و برای او جز خدا یار و یاوری نیست. اینها در گمراهی آشکاری هستند. اولم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. آیا ندیدند خدایی که آسمانها و زمین را آفرید و به آفرینش اینها ماندن نشد میتواند که مردگان را زنده کند؟ آری بیگمان او بر همه چیز تواناست. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و روزی که کافران به آتش عرضه می شوند از آنها پرسیده می شود آیا این حق نیست؟ می گویند آری و به پروردگار ما سوگند که حق است. می گوید پس به سببی که کافر بودید عذاب را بچشید. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بنابراین صبر کن طوری که همه پیامبران اولوالعزم شکیبایی ورزیدند و به عذاب آنها شتاب مکن و روزی که آنچه را از عذاب به ایشان وعده شده ببینند برایشان می نماید که جز ساعتی از یک روز را درنگ نکرده اند. این هوشداری است. پس آیا جز مردم فاسق هلاک ساخته می شوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خداوند اعمال ایشان را ضایع گردانید. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. و آنانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شد ایمان آوردند در حالی که این حق است از نزد پروردگارشان، خداوند از ایشان بدیهایشان را زدایید و حالشان را اصلاح کرد. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. این سببی است که کافران باطل را پیروی کردند و بیگمان مؤمنان از حقی که از نزد پروردگارشان است پیروی کردند و این ترتیب خداوند برای مردم همانندهایشان را مثال میزند. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
پس چون با کافران مصاف می دهید کار شما گردن زدنشان است تا چون بر آنان چیره شدید قید و بند را بر ایشان محکم گردانید. بعد از این یا منت گذاشتن است به این که آنها را رایگان آزاد کنید یا فدیه گرفتن در برابر آزادی ایشان تا این که جنگ بار خود را به زمین نهد. این است حکمی که باید از آن پیروی شود. و اگر خدا می‌خواست یقینا از ایشان انتقام می‌گرفت، اما جهاد را برای آن فرض گردانید تا بعض شما را به وسیله بعضی دیگر بیازماید. کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را ضایع نمی‌کند. سیهدیهم و یصلح بالهم، به زودی ایشان را هدایت می‌کند و حالشان را به صلاح می‌آورد. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، و ایشان را به بهشت داخل می‌گرداند که اوصاف آن را به ایشان معرفی کرده است. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. ای مؤمنان، اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گامهای شما را استوار می گرداند. والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم، و اما کافران پس مرگ باد بر ایشان و خداوند اعمالشان را ضایع می کند. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. این سببی است که آنچه را خداوند نازل گردانید ناخوشایند می انگاشتند، پس اعمالشان را هبطه کرد. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از ایشان بودند چی شد؟ خداوند ایشان را هلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات است. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. این سببی است که خداوند مولا و مددگاری مؤمنان است و واقعا کافران مولا و مددگاری ندارند. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بیگمان خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند به باغ‌های داخل می‌گرداند که از زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و کافران از مظاهر فریبنده دنیوی به همان گونه بهره اندوز می‌شوند و می‌خورند که چارپایان می‌خورند و سرانجام آتش مسکن ایشان است. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ای بسا سرزمین هایی که مردم آن از مردم سرزمین تو جایی که تو را از آن بیرون کردن نیرومندتر بودند، ایشان را هلاک ساختیم و هیچ یار و مددگاری برای ایشان نبود. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. پس آیا کسانی که دلیل روشنی از جانب پروردگار خود دارند مانند کسانی اند که زشتی عملشان برایشان زیبا جلوه داده شده و از هوای نفس خود پیروی کردند؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم
يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. صفت بهشتی که با پرهیزگاران وعده داده شده این است که در آن جویبارهایی است از آب پاکیزه‌ای که گندیده و بدبو نمی شود و جویبارهای از شیری که مزه آن تغییر نمی کند و جویبارهای از شراب طهوری که مایه لذت نوشندگان است و جویبارهای از عسل مصفا. در آن برای ایشان از همه انواع میوه ها میسر است و نیز آمرزش از جانب پروردگارشان. آیا کسانی که در چنین حالت گوارای قرار دارند مانند کسانی بوده می توانند که همیشه در آتش به سر می برند و برایشان آب جوشان نوشانیده می شود که روده هایشان را پارچه پارچه می کند؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. و از میان ایشان کسانی اند که به تو گوش فرا می دهند اما چون از نزد تو می روند به کسانی که به ایشان علم داده شده می گویند آیا او یعنی پیامبر همین اکنون چی گفت؟ ایشان کسانی اند که خداوند بر دلهایشان مهر زده و هوای نفس خود را پیروی کردند. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. و اما آنانی که رهیاب شدند خداوند بر هدایتشان افزود و به ایشان تقوایشان را ارزانی فرمود. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. پس آیا جز قیامت که ناگهانی به ایشان می آید انتظاری دارند در حالی که همین اکنون بعضی نشانه های آن آمده است؟ پس چون قیامت به ایشان فرا رسد چگونه برایشان پندشان سودمند خواهد شد؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. پس بدان براستی جز خدا معبودی نیست و از گناه خود و مردان مسلمان و زنان مسلمان آمرزش بخواه. خداوند جای گشت و گذار و محل بود و باش شما را می داند. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. مؤمنان میگویند چرا سوره در مورد جهاد نازل نمی شود؟ ولی وقتی که سوره محکمی یعنی سوره‌ای که حکم آن قاطع و معنای آن روشن است نازل شود و در آن جنگ ذکر کرده شود آنانی را که در دلهایشان مرض است میبینی که با سوی تو با نگاه کسی که از مرگ بر او بیهوشی عاید شده نظر میاندازند. پس مرگ به ایشان بهتر است. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. شایسته حالشان فرمانبری و سخن نیکوست و چون فرمان جهاد قطعیت یافت پس اگر با خدا صادق باشند این برایشان بهتر است.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ پس در صورتی که شما سرپرست امور مردم شوید، آیا فکر نمی کنید که در زمین فساد کنید و صله رحم خویش را قطع نمایید؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. آنهایند کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده است، پس آنها را کس ساخت و چشمانشان را نابینا گردانید. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ پس آیا در قرآن فکر نمی کنند یا بر دلهای ایشان قافله‌های بازدارنده از فهم آن نهاده شده؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. بیگمان آنانی که بعد از روشن شدن راه حق به ایشان به عقب خیش برگشتند، شیطان برای آنها این امر را زیبا جلوه داد و ایشان را به آرزوهای دور و درازی فریفت. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. این سبب است که ایشان به کسانی که چیزی را که خداوند نازل گردانیده ناخوشایند می انگاشتند، می گفتند در بعضی امور شما پیروی خواهیم کرد، در حالی که خداوند اسرارشان را می داند. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ پس حال ایشان چی خواهد بود وقتی که فرشتگان روحشان را در حال قبض کنند که بر روحها و پشتهایشان بزنند؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. این سبب است که ایشان چیزی را پیروی کردند که خشم خدا را برمیانگیزد و رضای او را ناخوشایند می انگاشتند، پس اعمالشان را هبطه کرد. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ یا آنانی که در دلهایشان مرضی است پنداشتند که خداوند هرگز کینه‌هایشان را آشکار نمی‌گرداند؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. اگر بخواهیم ایشان را به تو نشان می‌دهیم و تو آنها را از روی قیافه هایشان می‌شناسی، آنها را از لهجه کلامشان حتما خواهی شناخت و خداوند اعمال همه شما را می‌داند. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما شما را حتما آزمایش می‌کنیم تا مجاهدان شما و شکیبایان شما را متمایز گردانیم و تا اخبار شما را مورد آزمون قرار دهیم، یعنی اخباری را که از شما میرسد آشکار کنیم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بیگمان آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و با پیامبر مخالفت ورزیدند، بعد از اینکه راه حق به ایشان روشن شد هیچ زیانی به خداوند رساندن نمیتوانند و به زودی اعمالشان را هبطه میکنند. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ای مؤمنان، خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اعمال خیش را ضایع نسازید. ان الذين
كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و در حالی که کافر بودند مردند، پس خدا هرگز ایشان را نمی آمرزد. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هرگز سست مشوید و دشمن را به صلح ذلتبار فرا نخوانید، در حالی که شما غالب هستید. خداوند با شماست و او هرگز اعمال شما را ضایع نمی کند. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. بیگمان زندگی این دنیا بازی است و بیهودگی، و اگر ایمان آورید و پرهیزگار شوید خدا پاداش شما را می دهد و از شما دارایی های شما را نمی خواهد. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر از شما آنها را بخواهد و بر این تقاضا بر شما اصرار نماید، بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آگاه باشید، شمایید که به خرج کردن در راه خدا فرا خوانده می شوید. با این هم بعضی از شما بخل می ورزند و هر که بخل کند به خود بخل می کند و خدا بی نیاز است و شما محتاج هستید. اگر از داد و دهش روی برتابید، خداوند به عوض شما قوم دیگری را می آورد و باز ایشان همانند شما نیستند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک الله نصرا عزیزا. بیگمان برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند از کوتاهی هایی که در گذشته از تو به عمل آمده یا در آینده به عمل خواهد آمد درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به راه راست رهنمون شود و تا تو را به پیروزی نیرومندی پیروز گرداند. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هم اوست که در دلهای مؤمنان آرامش فرو فرستاد تا با ایمان خیش ایمانی بیافزایند. لشکرهای آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تا مردان و زنانی را که ایمان دارند به باغ‌های داخل گرداند که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه به سر برند و تا از ایشان بدیهایشان را بزداید
و این در نزد خدا پیروزی بزرگی است. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که با خدا گمان بد میبرند مجازات کند. بر ایشان گردش بد حوادث و سختی روزگار مسلط باد. خداوند بر ایشان خشم کرد، ایشان را لعنت نمود و برایشان آتش دوزخ را آماده ساخت و دوزخ چی بد جای بازگشت است. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لشکرهای آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بیگمان تو را به حیث گواه بشارت دهنده و اخطار دهنده فرستادی تا به خداوند و پیامبر او ایمان آورید و دین او را یاری دهید و او را تعظیم کنید و در صبح و شام او را به پاکی یاد کنید. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بیگمان آنانی که با تو بیعت می کنند در واقع با خدا بیعت می کنند. ید خداوند بالای دستهایشان است. پس هر کسی که پیمان خیش را نقض می کند بیگمان به زیان خیش پیمان شکنی می کند و هر که عهدش را با خدا ایفا کرد به زودی برای او پاداش بزرگ می دهد. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بزودی تخلف کنندگان از بادیه‌نشینان به تو خواهند گفت ما را اموال ما و خانواده های ما از اشتراک در این سفر باز داشت، از این رو برای ما آمرزش طلب کن. ایشان چیزی را به زبان خود میگویند که در دلهایشان نیست. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی برساند یا بخواهد به شما سودی برساند کیست که برای شما از اراده خدا چیزی را مانع گردد؟ آری خداوند به اعمالی که انجام میدهید آگاه است. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. واقعیت این است که شما گمان کردید که پیامبر و مؤمنان به خانواده های خیش هرگز بر نخواهند گشت و این امر به دلهای شما زیبا جلوه داده شد و گمان بد کردید و شما مردم تباه شونده بودید. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. و کسی که با خدا و پیامبر او ایمان نیاورد پس برای کافران آتش فروزانی را آماده کردیم. ولله ملك السماوات والأرض
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحیما. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست. هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را بخواهد مجازات می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قلیلا. وقتی که به سوی غنیمت حرکت کنید تا آن را بگیرید، مخالفان فوراً میگویند به ما اجازه بدهید که شما را پیروی کنید. ایشان میخواهند کلام خدا را تبدیل کنند. بگو هرگز به دنبال ما نیایید. خداوند از پیش چنین گفته است و خواهند گفت بلکه به ما حسد میورزید. واقعیت امر این است که ایشان درک نمی کنند جز اندکی. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. پس به متخلفان از بادیه نشینان بگو به زودی به سوی قومی فراخوانده می شوید که نیروی سختی جنگی دارند که با ایشان جنگ می کنید یا آن که مسلمان شوند. اگر فرمان بردید خداوند شما را مزد نیک می دهد و اگر رو گردانیدید همچنان که پیش از این رو گشتاندید شما را به عذاب دردناک مجازات می کند. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا ألیما. بر نابینا حرجی نیست و نه هم بر لنگ حرجی است و نه هم بر بیمار حرجی است، یعنی اینها مجبور نیستند به جنگ اشتراک کنند. هر کس که خداوند و پیامبر او را فرمان برد خداوند او را در باغ‌های جاگزین می سازد که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و هر کس که رو می گرداند خداوند او را به عذاب دردناک مجازات می کند. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بیگمان خداوند از مسلمانان خوشنود شد هنگامی که با تو در زیر درخت بیعت کردند و چیزی را که در دلهای ایشان بود میدانست. از این رو بر ایشان آرامش فرو فرستاد و ایشان را با پیروزی فوری پاداش داد و نیز با غنیمت‌های بسیاری که به دست می آورند و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. خداوند به شما غنیمت‌های زیادی را وعده داده است که آنها را به دست می آورید و این را به شما به زودی فراهم کرد. در عین حال دست مردم را از شما باز داشت
تا این برای مؤمنان نشانه باشد و تا شما را به راه راست راهنمون کند و نیز پیروزی ها و غنایم دیگر است که شما بر آن دستبرد نزده اید، ولی خداوند بر آن احاطه کرده است و خداوند بر هر چیز تواناست. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اگر کافران با شما جنگ می کردند یقینا عقب نشینی می نمودند و در آن وقت نه حامی داشتند و نه هم مددگاری. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این است روش خداوند که در گذشته جریان داشته، در روش خداوند هرگز تغییری نمیابی. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم اوست که در داخل مکه دستشان را از شما و دست شما را از ایشان باز داشت بعد از آنکه شما را بر ایشان پیروز گردانید و خداوند به آنچه می‌کنید بیناست. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هم ایشانند که کافر شدند و شما را از داخل شدن به مسجد حرام باز داشتند و رساندن هدیه را به جای مشخص آن مانع شدند و اگر این ترس موجود نمی بود که مردان مسلمان و زنان مسلمان هستند که شما ایشان را نمی شناسید و مبادا آنها را پایمال کنید و شما به نسبت این آسیبی که بر ایشان وارد می شود ناآگاهانه مرتکب زیانی یعنی گناهی می شدید، در آن صورت خداوند به شما اجازه می داد که از راه استعمال قوه داخل مکه شوید و تا خداوند هر کسی را که بخواهد در رحمت خیش داخل نماید. اگر مؤمنان خود را کنار می کشیدند کسانی از ایشان یعنی اهل مکه را که کافر شدند به عذاب دردناک عذاب می کردید. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. در آن فرصت که کافران در دل خود ننگ جاهلیت را نیرومند گردانیدند خداوند آرامش خیش را بر رسول خیش و مؤمنان فرو فرستاد و برای ایشان کاربرد تقوا را لازم گردانید. آری ایشان به کاربرد تقوا از هر کسی دیگر سزاوارتر بودند و اهل آن بودند و خداوند به هر چیز داناست. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. حقا که خدا این خواب پیامبر خود را راست گردانی که اگر خدا بخواهد واقعا به امن و آرامش و بدون خوف به مسجد حرام داخل می شوید، در حالی که موهای سرهای خود را بعد از بجا کردن مراسم عمره می تراشید
و کوتاه می کنید. پس خداوند آنچه را که شما نمی دانستید می دانست و پیش از این و پس از به سر رسیدن این رویا پیروزی نزدیکی را به شما میسر گردانید. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و خداوند به حیث شاهد کافی است. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد پیامبر خداست و آنانی که با او هستند در برابر کافران سرسخت و قوی و در میان خودشان مهربانند. همواره ایشان را رکوع کنان و سجده کنان میبینی و فضل و خوشنودی خدا را میجویند. نشانه هایشان در روحایشان از اثر سجده آشکار است. این است صفتشان در تورات و صفتشان در انجیل. همانند دانه تخمی که جوانه خود را بیرون آرد سپس آن را نیرومند گرداند و باز سخت شود و بر ساقه خود استوار گردد به حدی که کشتمن را نمو و بزرگ شدن شگرف و بیدرنگ آن به شگفت می آرد تا خداوند به وسیله این پیشرفت بیدرنگ ایشان یعنی کافران را به خشم آرد. خداوند آنیده از ایشان را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع علیم. ای مؤمنان بر خداوند و پیامبر او پیش دستی نکنید و از خداوند بترسید بیگمان خداوند شنوا و داناست. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ای مؤمنان آواز خیش را بر آواز پیامبر بلند نکنید و با او با آواز بلند سخن مگویید همانند این که یکی از شما بر دیگری بانگ میزند تا مبادا اعمال شما هبط شود و شما ملتفت نباشید. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بیگمان آنانی که در حضور پیامبر خدا آواز خود را پست می کنند کسانی اند که خداوند دلهایشان را بر پرهیزگاری آزموده است. برای ایشان آمرزش و مزدی بزرگی است. این الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. بیگمان آنانی که تو را از ورای حجره ها صدا می کنند اکثر ایشان بیعقلند.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم. اگر واقعا ایشان صبر می کردند تا تو نزدشان بیرون می شدی برایشان بهتر بود. خداوند آمرزنده و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای مؤمنان، اگر فاسقی خبری با شما بیاورد در مورد آن تحقیق کنید، مبادا مردم را نادانسته زیان رسانید و بعد از آن برکرده خود پشیمان شوید. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله علیم حکیم. بدانید که پیامبر خدا در میان شماست. اگر او در بسیاری از امور از شما پیروی کند یقینا با مشقت دچار می شوید، مگر خداوند ایمان را نزد شما محبوب گردانید و آن را به دلهای شما زیبا جلوه داد و برای شما کفر، فسق یعنی فجور و نافرمانی را مغفور قرار داد و چنین مردم هم ایشانند رهیاب. اینها فضلی است از جانب خدا و نعمتی و خداوند دانا و با حکمت است. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر با مقابله برخیزند در میانشان صلح کنید، اما اگر یکی از ایشان بر دیگری تجاوز کرد با دسته‌ای که تجاوز می کند مقابله نمایید تا به حکم خدا بازگردد. چون بازگشت پس میانشان عادلانه صلح برقرار نمایید، یعنی عدالت ورزید. بیگمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حقا که مؤمنان برادر یکدیگرند، پس بین برادران اصلاح نمایید و از خدا بترسید تا باشد که مورد رحمت قرار داده شد. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنان، هیچ گروهی از شما گروهی دیگر را تمسخر نکند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه هم گروهی از زنان گروه زنانی دیگر را تمسخر کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند. و عیب یکدیگر را مجویید و نه هم بر یکدیگر لقب‌های بد بمانید. چی بد است نام فسق بعد از ایمان، و کسانی که توبه نکنند هم ایشانند ستمگار. یا ایها الذین آمنوا
واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم. ای مؤمنان، از بسیاری گمانها خودداری ورزید. واقعا بعضی از گمانها گناه است و هرگز بعضی شما تجسس عیب بعضی دیگر را مکنید و نه هم بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت کند. آیا یکی از شما خوش دارد گوشت برادر خود را که مرده است بخورد؟ واقعا از آن احساس کراهیت می کنید. از خدا بترسید، حقا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر. ای مردم، بیگمان شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را نژادها و قبایل گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. بیگمان گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست، حقا که خداوند دانا و آگاه است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بادیانشینان گفتند ایمان آوردیم و ایشان بگو ایمان نیاوردید، بلکه بگویید گردن نهادید و هنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده است. و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید چیزی را از اعمال شما کم نمی کند. بیگمان خداوند بخشاینده و مهربان است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واقعا آنان مؤمنند که به خداوند و پیامبر او ایمان آوردند و سپس به شک نیفتادند و به مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند، هم ایشانند راستگوی و راستکار. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات وما فی الارض والله بكل شیء علیم. بگو آیا خدا را از دینداری خود آگاه می‌گردانید در حالی که خداوند تمام چیزهایی را که در آسمان‌ها و در زمین است می‌داند و خدا بر هر چیز داناست. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. بر تو در مورد مسلمان شدن خود منت می‌گذارند؟ بگو بر من در مورد مسلمان شدن خود منت ننهید، بلکه خداوند بر شما منت می‌نهد بر اینکه شما را به سوی ایمان هدایت کرده است اگر راستگو هستید. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بیگمان خداوند اسرار پنهان آسمان ها و زمین را می داند. خداوند به آنچه می کنید بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قاف والقرآن المجید. قاف و سوگند به قرآن مجید که تو پیامبری. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. ولی ایشان از این در شگفت شدند که به ایشان از میان خودشان بیم دهنده آمد. کافران گفتند این چیزی عجیب است. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ. آیا چون بمیریم و خاک شویم باز زنده می شویم؟ این بازگشتن است دور از عقل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ. بیگمان ما آنچه را زمین از وجود آنها کم می کند می دانیم و در نزد ما کتابی است که هر چیز در آن محفوظ است. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج. بلکه حقی را که به ایشان آمده بود دروغ وانمود کردند، پس ایشان در امر حیرت آور گرفتار شدند. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آیا به سوی آسمان بالای سر خود نگاه نکردند؟ آن را چگونه بنا کردیم و مزین ساختیم و در آن هیچ شکافی نیست. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج. و به زمین متوجه نشدند که آن را گسترش دادیم و بر آن کوههای شامخی قرار دادیم و در آن هر جوره رویدنی های تر و تازه را رویانیدیم. تبصرة و ذکرى لكل عبد منیب. این تبصره است و یادآوری برای هر بنده خداجوی. و نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ذلك الخروج. از آسمان آب پربرکتی را فرود آوردیم و با آن باغها و دانه‌های درو شده رویانیدیم، نخلستان‌های با ساقه‌های بلند و با خوشه‌های انبوه و تو در تو به حیث روزی برای بندگان، و با وسیله این آب سرزمین خشکیده و پژمرده را زنده گردانیدیم و بیرون شدن زندگی بعد از مرگ نیز این چنین است. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. پیش از ایشان قوم نوح، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون و برادران لوط پیامبرانشان را تکذیب کردند. و اصحاب الایکة و قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. و نیز اصحاب ایکه و قوم تبع هر یک ایشان پیامبرانشان را تکذیب کردند، سپس وعده عذاب در مورد آنها تحقق پذیرفت. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ما در آفرینش اول عاجز مانده بودیم؟ بلکه ایشان از آفرینش نو در ترددند. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بیگمان ما انسان را آفریدیم و با وسوسه هایی که خودش به خاطر خود می آورد آگاهیم و ما به او از شارگ جان او نزدیکتریم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. به خاطر بیاور که دو فرشته فراگیرنده از راست و چپ نشسته اند. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انسان هیچ سخن را تلفظ نمی کند مگر اینکه نگهبانی برای ثبت اعمال نزد او آمده است. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. و تلخی جان کندن براستی فرا رسید. این چیزی بود که از آن کناره می گرفتی. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید. و آنگاه در سور دمیده می شود. این است روزی بجا شدن وعده عذاب. وجاءت كل نفس معها سائق و شهید. هر کسی که می آید با او راننده است که او را به میدان حشر می راند و نیز گواهی است. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. به او گفته می شود حقا که تو از این غافل بودی، اکنون از تو پرده غفلت تو را برداشتی و امروز چشم تو تیزبین است. وقال قرینه هذا ما لدي عتید. همنشین او می گوید این است چیزی که نزد من آمده است. القیا فی جهنم كل كفار عنید مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. به ایشان گفته می شود هر ناسپاس سرکش را به دوزخ اندازید، هر مانع خیری متجاوزی و شکاکی را، هر کس را که با خدای برحق معبودی دیگری را شریک آورده، پس او را به عذاب شدید اندازید. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. همنشین او میگوید پروردگار ما، من او را به سرکشی و نداشتم، بلکه او خودش به گمراهی زیادی به سر می برد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید. خداوند میگوید در حضور من با هم مشاجره نکنید، من پیش از این شما را وعید یعنی وعده عذاب داده بودم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید. چیزی که گفته شده در نزد من تغییر نمی کند و من بر بندگان خود هرگز ستمگار نیستم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. روزی که به دوزخ میگوییم آیا کاملا پر شده ای؟ به جواب میگوید آیا چیزی زیاد بر این هست؟ و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید. بهشت برای پرهیزگاران آورده می شود به فاصله نه چندان دوری. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. آنگاه گفته می شود این است آنچه به شما وعده می شد به هر خداجوی خویشتنداری. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود.
کسی که از خدای رحمان نادیده می ترسد و در این میدان با دل خداجو آمده است و ایشان گفته می شود به سلامتی به بهشت درآیید. این است روز جاودانی. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. در آنجا آنچه بخواهند برایشان حاضر است و نزد ما افزون بر آن نیز هست. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. پیش از ایشان چی تعداد از نسل‌هایی را که از ایشان در قوت خود شدیدتر بودند هلاک کردیم. آری ایشان به شهرها در جستجوی پناهگاه ها برآمدند، مگر آیا گریزگاهی بود؟ این فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بیگمان در این پندی است برای کسی که صاحب دل باشد یا گوش فرانهد و متوجه باشد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. بیگمان آسمان و زمین و همه چیزهایی را که در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و برای ما هرگز خستگی دست نداد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. پس بر آنچه میگویند صبر کن و پروردگارت را پیش از آفتاب برآمد و پیش از غروب به پاکی یاد کن. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. و نیز در بخشی از شب او را به پاکی یاد کن و بعد از سجده نیز. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. به آواز دهنده گوش فرادی، روزی که از جای نزدیک صدای خیش را بلند می کند، روزی که به حق آن آواز را می شنود، آن روزی رستاخیز است. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. بیگمان ما زنده میگردانیم و میمیرانیم و به سوی ماست بازگشت، روزی که زمین از کالبدهای ایشان شکافته شده و شتابان از آن برآیند. این حشر بر ما آسان است. نحن اعلم بما یقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. ما آنچه را آنها میگویند بهتر میدانیم. تو ایشان را به اجبار به عقیده اسلام وادار نمی کنی. از این روز صرف همان کسان را به قرآن پند بده که از وعید عذاب میترسند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. سوگند به بادهای پراگنده سازنده که هر چیز را به گونه پراگنده می سازند، باز به بردارندگان بار سنگین، باز به روان شوندگان به آسانی، باز به تقسیم کنندگان به امر خداوند. بیشک چیزی که به شما وعده می شود راست است، بیگمان جزای اعمال صورت گرفته نیست.
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف یؤفک عنه من افک. قسم به آسمان و مسیرهای هماهنگ و منظم آن که شما واقعا در گفتاری مختلفی هستید و باز داشته می شود از او حق، کسی که از هدایت باز داشته شده است. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون یسألون ایان یوم الدین. کشته شوند این دروغگویان، آنانی که غرق بی خودی خویشند، میپرسند روز جزا چی وقت است. یوم هم علی النار یفتنون، روزی که به آتش دوزخ سوختانده میشوند. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. جزای شرارت خود را بچشید، این بود چیزی که به آن عجله می‌کردید. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین. بیگمان پرهیزگاران در باغها و چشمسارها قرار دارند و چیزی را که پروردگارشان به ایشان ارزانی کرده و کمال رغبت میگیرند. واقعا ایشان پیش از این روز نیکوکار بودند. كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون. ایشان لحظات کمی از شب میخوابیدند و باز در سحرگاهان آمرزش خواهی میکردند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و در اموالشان حق تعیین شده بود برای سوالگر و نیز برای بی بهره، یعنی محتاجی که از سؤال خودداری میکند. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. در زمین نشانه هایی است برای باورمندان و نیز در خود شما، پس نمی بینید؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، و روزی شما در آسمان تعبیه شده است و نیز آنچه به شما وعده داده می شود. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آری، و قسم به پروردگار آسمان و زمین که بیگمان این حق است، درست مانند این که شما سخن میگویید. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ آیا به تو داستان مهمانان گرامی ابراهیم رسیده است؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. چون بر او وارد شدند و گفتند سلام، ابراهیم گفت سلام. او با خود گفت مردم ناشنای. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. سپس به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه بیریانی را آورد. آنگاه این طعام را به ایشان نزدیک کرد و گفت چرا نمیخورید؟ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. از ایشان احساس ترس کرد، گفتند مترس، و او را به فرزند فرزانه مژده دادند. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم. در این وقت زنش در حالی که با تعجب فریاد میزد به پیشانی خود زد و گفت پیرزن نازای صاحب اولاد می شود؟
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكیم العلیم. گفتند پروردگار تو چنین فرموده است و او صاحب حکمت و داناست.